الو چطوری آمو؟ خوبی؟ سلامتی؟ میگم آمو اگه اجازه بدین ما دیگه از خدمت مرخص بشیم بریم ده شوه جا ما خونتون اومدیم. خونتون نه خونتونیم؟ میدونم خونه نیستیم، میدونم. ما اومدیم هر چی زوری در زدیم ساعت 10 11 هر چی در زدیم دیدیم کسی در باز نمیکنه. دیدیم تو محمد یعقوب بیزبون ارا در رفت بالا باز کرده رو برمون. درفتی دیدیم بچه‌ام خواستن نهار درست کنن، یقد دیدیم گوشتم کمه تو یخچالو. دیدیم تو یه جوجه خروس محلی تو قفس کرده بودیم، نه جوجه خروس محلی و همین سرش بریدیم گذاشتیم لای بره. گوشت چند این پخت زود بزن کردیم ولی نه پخت خوب نپخته بود. جان پرنده زینتی ده چیه؟ کاسکو بوده. حرف میزد. ها من دیدم موقعی میخواستیم سرش ببریم همش میگو بابایی. من بغلم محمد یعقوب داره دنگر میاره. الو این چرا قطع بچه خیلی اعصابش خورد بود بره همین جوجه خروسو مرکه گدا نگاه کنیم اینم تو یخچالو چند ببریم شوی خودمون خونه بخوریم. هیچی نیده. 20 لیتریو بکن پر اویتا ببریم. 20 لیتریو بکن پر اویتا ببریم. بعضی چی ها